صاحبان واسطه نقلیات در تاجیکستان شکایت دارند که بازرسی دولتی اتومبیلی به سر آنها انداز نوی را با نام تالان عاید به سپردن مبلغ پرداخت برای نابودسازی واسطه نقلیات اتومبیلی را بار کردند. از این به بعد از صاحبان ماشین ها طلب کرده می شود که در برابر انداز و پرداخت های دیگر ماشین که حدود 2000 سومونی را تشکیل می دهد، باز 1650 سومونی دیگر برای نابودسازی بسپارند. یک همصحبت پایگاه خبری بام داد که ماشینش را می باید در بازرسی دولتی اتومبیلی ثبت نام کند. گفت به بخش‌های ثبت نام واسطه‌های نقلیات در بازرسی دولتی اتومبیلی از روز جمعه 19 ینور کار نمی‌کردند و ظاهراً طول 5 روز کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را به وارد کردن طلبات نو به برنامه‌های کامپیوتری این اداره مشغول بودند. دوام 5 روز کارافتادگان نمی‌توانستند ماشین‌های خود را ثبت نام کنند. روز 24 ینور شعبه‌های ثبت نام ماشین‌ها در بازرسی دولتی اتومبیلی به کار درآمد، ولی گفتند که از این به بعد برای هر واسطه نقلیات باید انداز نابودسازی هم بسپارید. از من فقط برای تالانش 70 سومونی طلب کردند. نرخ خود انداز نابودسازی 1580 سومونی بوده است. گفتند که این انداز یک بار سپرده می شود، نه هر سال. نقل کرد. این هم صحبت بام داد. یک کارافتاده دیگر خبر داد که برای ماشین کونه اوپل زفیر می باید سالانه 1760 سومونی بسپارد، ولی حالا به آن 1580 سومونی پول انداز نابودسازی اضافه شد. آن خود برای یک ماشین خورد برای یک سال 3340 سومونی بسپاریم. می پرسد این کارافتاده. همصحبتان بامداد می گویند برای اکثر صاحبان واسطه نقلیات در تاجیکستان سپردن بیش از 300 دلار برای ماشین هایشان میان شکن است و خوب میشد اگر مقامات نسبت به مردم کمی انصاف میکردند. برای یک ماشین بیش از 3000 سومونی در حقیقت جبر است، به کیسه مردم ما تغری نمیگیرد. میگویند همصحبتان بامداد مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی تا کنون این انداز نو را رسما شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی حجم انداز نابودسازی میتواند وابسته به سال تولید و یا حجم ماشین از جمله سبکرو یا برکش بودنش فرق میکند. در برخی کشورهای دیگر نیز انداز نابودسازی وجود دارد، ولی این انداز را معمولا از تولیدگران ماشین ها و یا وارد کنندگان واسطه های نقلیات یا به اصطلاح ماشین فروش ها پرداخت می کنند. در تاجیکستان چنین حالت‌های از خریداران طلب کردن پرداخت اندازهایی که در وقتش از تاجران ستانیده را فراموش کردند بار اول نیست. چند وقت باز در تاجیکستان با بهانه ثبت رقم تلفن صاحبان تلفن‌های موبیلی را مجبور کرده ایستادند که پول باج و خراج گمرکی تلفن‌هایشان را هم بسپارند، حتی اگر این تلفن چند سال پیش به تاجیکستان وارد کرده شده در این بین از 10 دست گذشته باشد.